بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. یا الله، خسته نباشی و انصاری عزیزم. سلامت باشید. خدا قوت بده انشالله. سلامت باشید. خودتون رو معرفی بفرمایید، از کجا زنگ میزنید؟ خدمت شما هستم برادر انصاری، من محمد هستم از قم. آقا محمد عزیز از قم. سلامت باشید برادر عزیز، بفرمایید در خدمت شماست. خسته نباشید. سلامت باشید. خدا قوت بده انشالله. سلامت باشید. انشالله که ثابت قدم باشید، در سماعت دعا دارید. سلامت باشید برادر عزیز. زنده باشید. خدمت شما عرض کنم برادر انصاری، دیگه من مزاحم شدم، فقط میخواستم بگم که من نمیدونم چرا ما اینقدر اصرار داریم که خیلی عوض میخوام یه حرف میزنم، خودمون رو گوسفند فرض کنیم. خداوند متعال وقتی ما رو خلق کرده به ما عقل داده، وقتی به ما عقل داده ما رو اشرف مخلوقات کرده. وقتی اشرف مخلوقات شدیم باید بنده خاص خدا باشیم دیگه، جوری باشیم که خداوند متعال به ما افتخار کنه پیش فرشته هاش. وقتی پیغمبر سبحان اومد، اینی که امروز ما ادعا داریم که حتما باید جانشین انتخاب میکن، تا دیگه چه جایی میمونه برای عقل ما؟ اگه قرار بود همیشه ما رو مثل گوسفند چوپان ما رو ببره بیابون به چرونه، میشه همون گوسفنده که راهمون بلد نیستیم. ولی خداوند قرآن رو گذاشته برای هدایت ما و برای همه زمان هم هست. پیغمبر امام حاضر ماست. وقتی به این عمل کنیم دیگه احتیاج به هیچی نداریم که آقا میگم بنده خدا قرض میخوام وقتتون هم میگیرم. خواهش میکنم. بنده خدا یه نوار خالی گذاشته بود توی ضبط گوش میکرد، بعد خیلی زار گریه میکرد. یکی بهش گفت چرا دیگه گریه میکنی؟ گفت هیچی حیفت نمیاد خواننده به این خوبی لاله. آقا من نمیدونم چرا ما اینقدر همش دنبال چیزای بی خود میگردیم. والا به خدا خود حضرت علی اومد مقامو گرفت و دکتراش هم گرفت رفت. حالا در اون زمان چرا جانشین، چرا خلیفه اینجوری شد؟ آقا در اون زمان مقتضای اون زمان اون بود. چطور الحمدلله از اونجایی که خدا میخواد همه چی افشا بشه، شما نگاه کنید همین الان حکومت حاضر ما هم بعد از فوت آقای خامنه‌ای انتخاب کردن. چرا؟ چون مقتضای زمان اون بود. آقا اینکه میخوان ایراد بگیرن، خب الان میان ایراد بگیرن. چرا اینجوری؟ خب الان زمان خودتونه، بیا ایراد بگیرید. اون زمان اون بودن انتخاب کردن، تموم شد رفت. به ما هیچ ربطی نداره، ما مطیعیم. صحابه اینقدر زحمت کشیدن، همه پیغمبراش اومدن صحابهاشون رو میزنن رو چشمشون. ما میایم به صحابه پیغمبر توهین میکنیم، رومون نمیشه، جرأتش نداریم به پیغمبر توهین کنیم، میایم به زنش توهین میکنیم. آخه خجالت هم خوب چیزیه، باید از خدا ترسید. خب آقای ببخشید سلامت باشید برادر گرامی، خوشحال شدیم. تشکر از شما. سلامت. خدا نگهدار. سلامت باشید. خدا حافظ شما. آقا محمد عزیز از برادرانی هستن که الله سبحانه و تعالی این توفیق رو بهشون داده که خودشون رو از بند این خرافات رها بکنن. نکته خیلی مهمی رو اشاره کردن آقا محمد، حالا نخواستن اینو باز بکنن، من این رو بیشتر توضیح میدم. در مرگ خمینی و جانشینی خامنه‌ای بزرگترین درس است برای شیعیان، اگر که از عقل و منطق و تفکر و تدبر کار بگیرن. اصلا تاریخ، من یادم میاد در کلاس سوم یا چهارم در تعریف تاریخ میمون برای این تاریخ میخونیم که از سرگذشت به اصطلاح گذشتگانمون پند و عبرت بگیریم، درس بگیریم از زندگیشون. بزرگترین درس هست در مرگ خمینی و جانشینی خامنه‌ای برای کسایی که دارن با عینک‌های دودی به دوران وفات پیامبر و جانشینی ابوبکر و عمر و عثمان و سپس سیدنا علی رضی الله تعالی عنه نگاه می‌کنن. جناب آقای خمینی اومد حضرت آیت الله منتظری رو به اصطلاح به عنوان جانشین خودش تعیین کرد. آمنا سلمنا، همه من دقیقاً یادم میاد آوردن عکسش رو، خلاصه تو اون موقعش که یادم نمیاد، یعنی وقتی که عکسش رو برداشتن دقیقاً یادم هست، یعنی اومدن سر کلاس و گفتن که این عکس آقای منتظری رو باید برداریم. بعد از اینکه ایشون مورد غضب مقام به اصطلاح امام امت قرار گرفت، اول یارش بود، همسنگرش بود، قائم مقام ایشون بود و خلاصه ای با القاب و با
به اصطلاح تفخیم اسماء ایشون رو یاد میکردن در صدا و سیما. بعد که ایشون مورد غضب قرار گرفت، من دقیقا یادم میاد همون روزی که اومدن از من در ابتدایی بودم، اومدن عکسش رو میخواستن از سر کلاس بردارن. معلممون خدا حفظش بکنه اگر که زنده است و اگر فوت کرده الله سبحانه و تعالی رحمت بکنه ایشون رو، از طرفداران به اصطلاح آقای منتظری بود، گفت نه این عکسش رو بذار. خلاص ایشون علی الرغم مخالفت اداره اجازه ندادن که عکس آقای منتظری رو بردارن از کلاس. خمینی کسی رو به جانشینی خودش تعیین کرد. در دوران حیاتش ایشون رو از جانشینی برطرف کرد بعد اینکه مورد غضب قرار گرفت. در همین هنگامی که جانشین خودش رو برطرف کرده و جانشین دیگری هم تعیین نکرده، علی الرغم وجود آیات اعظام، مراجع تقلید، گلپایگانی و نمیدونم مشکینی و فلان و فلان و فلان و 10 مرجع تقلید اعلمتر از خامنه‌ای بودن، در اون هنگام ایشون فوت میکنه. نه جانشین تعیین کرده و نه جانشین داره. در اینجا چیکار کردن؟ مجلسی تعیین کردن داشتن به نام مجلس خبرگان رهبری. اینا اومدن از بین خودشون بنابر مصلحت نظام، من اینو با یکی از آخوندهای بزرگ، حالا اسمشو نمیگیرم، وقتی بحث کردم در این مورد در حرمین، گفت که خب مصلحت جمهوری اسلامی اقتضا می‌کرد که آقای خامنه‌ای رهبر بشن، چون آقای منتظری یک شخصیت ضعیف بودن. حالا بنابر حرف ایشون لیاقت رهبری نداشتن. درست علم بودن، فقیه بودن، مرجع تقلید بودن، مثل ایشون مراجع تقلید دیگری هم در قم بودن، مکارم شیرازی بود، صافی گلپایگانی بود، وحید خراسانی بود و غیره. اما اینها گرچه علم بودن، اما مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران اینو اقتضا میکرد که حضرت آیت الله خامنه‌ای باید رئیس جمهور بشن، با وجود اون مشکلاتی که در دوران جوانی داشتن. سبحان الله، در قرن 20 برای خودتون اجازه میدید که مجلس خبرگان تشکیل بدید، مصلحت نظامتون رو در نظر بگیرید، علمها رو بذارید، یک جاهلی رو بیارید رهبر تعیین بکنید. این حق به صحابه نمیدید که آرا بنابر قول شما علی علیه السلام علمتر، اما مصلحت اون زمان اینو اقتضا میکرد که ابوبکر خلیفه باشه. و سلام، تلک امتون قد خلت، امتی از که گذشته، لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما کانوا یعملون. این امتی بود که گذشت، هر که کاری کردن برای خودشون کردن، شما هر کاری بکنید برای خودتون میکنید. از شما پرسیده نمیشه که اونا چیکار میکردن. خب شما خامنه‌ای رو بر چه اساس تعیین کردید؟ بر اساس قرآن؟ بر اساس سنت؟ بر اساس امامتی که خودتون بهش اعتقاد دارید؟ بر اساس رأی ملت ایران؟ بر اساس رأی شورای اهل حل و عقد، به اصطلاح همون مراجع اعظام تقلید؟ خب مراجع اعظام تقلید شما خانه نشین کردید. زندانی بود منتظری در خانه‌اش، ایشون قائم مقام رهبری بود، چرا برطرفش کردید؟ چون مصلحت نظامتون اینو اقتضا میکرد. شما اینو برای خودتون در قرن 20 جایز میدونید، برای مهاجرین و انصار در صدر اسلام جایز نمیدونید؟ این البته این استدلال من به این استدلال اعتقادی ندارم، این بر اساس مفاهیمی است که شما بهش اعتقاد دارید. اگر خمینی نائب بر حق امام زمان بود، پس اون کاری که کرده بود اشتباه بود که منتظری رو به اصطلاح تعیین کرده بود و اونو که برطرف کرد نمیدونست که فردا پس فردا میخواد بمیره. بهجت مرگ اختیاری داشت، خمینی نداشت که بیاد کسی رو جانشین خودش. یک کمی به قول محمد آقا ما از این حالت گوسفندی بیایم بیرون. شما اگر دیده باشید یک گوسفندی رو، من اینو واقعا نزدیک دیدم، یعنی گله گوسفندی رو میخواستم به یک طرف ببرن، یکی که به اصطلاح در این مورد خبره داشت، یکی از این گوسفندا رو گوشش رو کشید به یک طرف. این گوسفند که حرکت کرد همه گله دنبالش را افتادن. گاهی اوقات مثلا در مناطق کوهستانی، شاید در کردستان زیاد دیده باشن برادران و خواهران عزیزمون که در اونجا هستن، یک گله‌ای مثلا از یک گله تا چوپان خبر بشه 10-20 تا گوسفند افتاده در دره مرده. چرا؟ چون یک گوسفندی رفته افتاده، عمدن نانداخته، خود رفته چیزی بخوره افتاده، بقیه گوسفندام رفتن دنبالش، فکر کردن که چیزی هست اون پایین، بریم با هم بخوریم. خب نصف یک گله رفتن خودکشی کردن. پس
این مسائل رو یک کمی با عقلتون، با منطقتون، با قرآن، با سنت، با سیرت پیامبر بسنجید.